کتاب عزرا باب یکم. فرمان کوروش درباره از نو برقرار کردن معبد یروشلیم. و در سال یکم کوروش پادشاه فارس برای آنکه کلام خداوند از زبان ارمیا اجرا شود، خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت و او در تمام مملکت خود جار انداخت و به طور خطی نیز اعلان نموده گفت: کوروش پادشاه فارس چنین میگوید: همه مملکت های زمین را خداوند خدای آسمان به من داده است و او به من امر فرموده است که در یروشلیم که در یهودیه است خانه برای او بنا نمایم. کیست از شما از تمام قوم او که خدایش با وی باشد برخواسته به یروشلیم که در یهودیه است برود و خانه خداوند خدای اسرائیل را، همان خدا را که در یروشلیم است، بنا نماید؟ و هر کی باقی مانده است در همه مکانهایی که وی در آنجا استقامت دارد، بگذار اهل آن مکان به وی با نقره و طلا و مال و ملک و چارپایان علاوه به خیرات برای خانه خدا که در یروشلیم است کمک رسانند. و سرداران خانواده های یهودا و بنیامین و کاهنان و لیوی زادگان، همه آنهایی که خدا روحشان را برانگیخته بود تا به ساختن خانه خدا که در یروشلیم است بروند، برخاستند. و تمام مردم گرد و اطرافشان آنها را با کالای نقره و طلا، با مال و ملک و چارپایان و نقل و نوا علاوه به خیرات سخاوتمندانه دستگیری کردند. و پادشاه کوروش ظرفای خانه خداوند را که نبوکدنصر از یروشلیم آورده در خانه خدای خود گذاشته بود بیرون آورد. و کوروش پادشاه فارس آنها را به واسطه میتردات خزیندار بیرون آورد و او به ششبسر رئیس یهودیه آنها را شمرده سپرد. و این از شماره آنها: 30 تاس طلا، 1000 تاس نقره، 29 کارد، 30 کاسه طلا، 410 کاسه نقره دوچندان و 1000 ظرف دیگر. همه ظرفهای طلا و نقره 5400 تا بود. همه این را ششبسر با جلای وطن شدگانی که از بابل به یروشلیم رفتند برد. کتاب عزرا باب دوم. نامگوی خانواده هایی که از میان قوم برگشتند. و اینهایند ساکنان مملکت که از اسیری هجرت که نبوکدنصر پادشاه بابل و بابل به اسیری برده بود به یروشلیم و یهودا هر یک به شهر خود برگشتند. آنهایی که با زروبابل، یشوع، نهمیا، سرایا، رئلایا، مردخی، بلشان، میسپار، بیجوی، رحوم و بعنا آمدند. شماره آدمان قوم اسرائیل: زادگان فرعوش 2172. زادگان شفطیا 372. زادگان آره 775. زادگان حاکم موآب از فرزندان یشوع و یوآب 2812. زادگان اعلام 1254. زادگان زتو 945. زادگان زکای 760. زادگان بانی 642. زادگان بیبای 623. زادگان ازجاد 1222. زادگان ادونیقام 666. زادگان بیجوی 2056. زادگان آدین 454. زادگان آتیر علاوه به زادگان حزقیا 98. زادگان بیسای 323. زادگان یورا 112. زادگان حاشم 223. زادگان جبار 95. زادگان بیتلحم 123. مردم نتوفا 56. مردم اناتوت 128. زادگان ازمفت 42. زادگان قریت آریم کفیرا و باویروت 743.
زادگان راما و جابه 621. مردم میکماس 122. مردم بیتیل و آی 223. زادگان نبو 52. زادگان مجبیش 156. زادگان اعلام دیگر 1254. زادگان حاریم 320. زادگان لود، حادید و اونو 725. زادگان یریهو 345. زادگان صناعا 3630. از میان کاهنان و لیوی زادگان: کاهنان: زادگان یدعیا از خاندان یشوع 973. زادگان ایمیر 1052. زادگان فشحور 1247. زادگان حاریم 1017. لیوی زادگان: زادگان یشوع و قدمیئیل علاوه به زادگان هودویا 74. مغنیان: زادگان آصاف 128. زادگان دربانان: زادگان شلوم، زادگان آتیر، زادگان تلمون، زادگان عقوب، زادگان حتیتا و زادگان شوبای جمع 139. تابعان: زادگان سیها، زادگان حسوفا، زادگان تباوت. زادگان قیروس: زادگان سیاها، زادگان فادون، زادگان لبنا، زادگان حجابا، زادگان عقوب. زادگان حاجاب: زادگان سلمه، زادگان حانان، زادگان جدیل، زادگان جهر، زادگان رعایا، زادگان رسین، زادگان نقودا، زادگان جزام، زادگان اوزا، زادگان فاسحا، زادگان بیسای، زادگان اسنا، زادگان معونیم، زادگان نفوسیم، زادگان بقبق، زادگان حقوفا، زادگان هرهور، زادگان بسلوت، زادگان مهیدا، زادگان هرشا، زادگان برقوس، زادگان سیسرا، زادگان تامه، زادگان نسیها، زادگان حتیفا. از میان خدمتگاران و همدستان سلیمان: زادگان غلامان سلیمان: زادگان سوتی، زادگان سوفرد، زادگان فرودا، زادگان یعلا، زادگان درخون، زادگان جدیل، زادگان شفتیا، زادگان حتیل، زادگان فخرت حسبایم، زادگان آمی. جمع تابعان و زادگان غلامان سلیمان 392. و اینهایند کسانی که از تلمیل، تلهرشا، کروب ادان و ایمیر برآمدند، ولی خاندان و اصل و نسب خود را نتوانستند بگویند که آیا از اسرائیل هستند یا نه. زادگان دلایا، زادگان توبیا، زادگان نقودا 652. و زادگان کاهنان: زادگان حابیا، زادگان حقپوس، زادگان برزیلی که وی از دختران برزیلی جلعاتی زن گرفته با نام آنها خوانده شده است. اینها نسبنامه خود را جستجو نموده نیافته بودند و از کهانت خارج کرده شدند. و والی با آنها گفت که تا کاهن در پیش اوریم و تومیم نایستد از خوراک قدس قدس‌ها نخورند. شماره و دارایی آنها: تمام این جماعت به یک جایگی 42360 نفر بودند. و غیر از غلامان و کنیزانشان اینها 7337 نفر بودند و همراهشان 200 نفر مغنی و مغنیه ها بودند. اسبهای آنها 736، کچیرهای آنها 245، اشترهای آنها 435، خرهای آنها 6720. و بعضی از سرداران خانواده ها چون به خانه خداوند که در یروشلیم است رسیدند، خیرات برای خانه خدا دادند
تا که آن را بر جایش از نو برقرار نمایند. علاقدر حالشان به خزینه برای این کار 61,000 درهم طلا، 5,000 مینا، نقره و 100 پیراهن کهانت دادند. و کاهنان و لیویزادگان و بعضی از قوم و مغنیان و دربانان و تابعان در شهرهای خود و تمام اسرائیل در شهرهای خود مسکن گرفتند. کتاب عزرا باب 3. ساختن قربانگاه. و ماه هفتم فرا رسید و بنی اسرائیل در شهرها بودند و قوم مثل یک تن در یروشلیم جمع آمدند. و یشوع ابن یوساداق و برادرانش که کاهنان بودند و زروبابل ابن شعلتیل و برادرانش برخاستند و قربانگاه خدای اسرائیل را بنا کردند تا بر آن قربانی های سوختنی چنان که در شریعت موسی مرد خدا نوشته شده است برآورند. و قربانگاه را بر جای آن برپا کردند، زیرا که از قوم‌های کشورها بیم داشتند و بر آن قربانی های سوختنی برای خداوند قربانی های سوختنی صبح و شام را می برآوردند. از نو برقرار کردن عبادت قدیمی. و عید خیمه ها را چنان که نوشته شده است به جا آورده، قربانی سوختنی هر روزه را به مقداری که از روی آیین برای هر روز مقرر گردیده است برآوردند. و بعد از آن قربانی سوختنی دائمی را در نوماها و در همه عیدهای مقدس خداوند و برای هر کسی که به خداوند اعانت می آورد برآوردن گرفتند. از روز یکم ماه هفتم و برآوردن قربانی های سوختنی برای خداوند شروع کردند، ولیکن بنیاد معبد خداوند هنوز نهاده نشده بود. و نقره به سنگتراشان و نجاران و خوراک و مشروبات و روغن به سیدونیان و سوریان دادند تا از لبنان موافق اجازتی که کوروش پادشاه فارس به آنها داده است درختان ارز را با راه بحر به یافو بیارند. نهادن بنیاد معبد. و در سال دوم رسیدنشان به خانه خدا که در یروشلیم است، در ماه دوم زروبابل ابن شعلتیل و یشوع ابن یوساداق و دیگر برادران آنها کاهنان و لیویزادگان و همه آنهایی که از اسیری به یروشلیم آمده بودند شروع کردند و لیویزادگان را از 20 ساله و بالاتر به نظارت کردن به کار خانه خداوند گذاشتند. و یشوع پسران و برادرانش قدمیل و پسرانش زادگان یهودا مثل یک تن ایستادند تا به کسانی که با کار خانه خدا مشغول بودند، یعنی به زادگان هناداد پسرانشان و برادرانشان که لیوی زاده بودند نظارت کنند. و چون بیناکاران بنیاد معبد خداوند را نهادند، کاهنان را در لباس خودشان با کرنیها و لیوی زادگان پسران آصاف را با سنجها گذاشتند تا که خداوند را موافق رسم داوود پادشاه اسرائیل مدح نمایند. و آنها با جوش و خروش سراییده خداوند را مدح و حمد می گفتند، زیرا که او نیکوست، زیرا که مرحمت او بر اسرائیل تا ابد است. و تمام قوم با ندای بلند شادی خداوند را برای بنیاد نهادن به خانه خداوند مدح می گفتند. و بسیاری از کاهنان و لیویزادگان و سرداران پیر خانواده ها که معبد یکم را دیده بودند، وقتی که بنیاد این معبد در پیش نظرشان نهاده شد با آواز بلند گریستند و بسیار کسان آواز خود را با ندای شادی بلند کردند. و قوم ندای شادی را از صدای گریه قوم فرق کرده نمی توانستند، زیرا که قوم بغایت بلند ندا می کردند و آوازشان از دور شنیده می شد. کتاب عزرا باب 4. دشمنان سعی و کوشش می نمایند به ساختمان مانع شوند. و دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که از اسیری گشته آمدگان برای خداوند خدای اسرائیل معبد بنا می کنند و نزد زروبابل و سرداران خانواده ها آمده و آنها گفتند ما همراه شما بنا خواهیم کرد، چون که ما مثل شما از ایام اسرحدون پادشاه اشور که ما را به اینجا آورده بود و خدای شما مراجعت می نماییم
و برای او قربانی می آوریم. ولی زروبابل و یشوع و دیگر سرداران خانواده های اسرائیل با آنها گفتند: شما با ما خانه خدای ما را بنا نخواهید کرد، بلکه تنها ما برای خداوند خدای اسرائیل، چنانکه پادشاه کوروش پادشاه فارس با ما امر فرموده است، بنا خواهیم کرد. و مردم آن کشور دستهای قوم یهودا را سست می کردند و آنها را از بنا کردن می ترسانیدند و بر ضد آنها مشاوران را کیرا می کردند تا که اقدام آنها را ویران کنند. این حال در تمام ایام کوروش پادشاه فارس تا وقت پادشاهی داریوش پادشاه فارس دوام یافت. و در زمان پادشاهی احشوروش در ابتدای پادشاهی او بهتان در حق ساکنان یهودا و یروشلیم نوشتند و ارتحشستا نامه می‌فرستند. و در ایام ارتحشستا بیشلام، میترداد، تابعیل و دیگر رفیقان آنها به ارتحشستا پادشاه فارس نوشتند. این نامه با خط و زبان ارمی نوشته و از ارمی ترجمه کرده شده بود. رحوم فرمانده و شمشه کاتب نامه درباره یروشلیم به پادشاه ارتحشستا به این مضمون نوشتند: پس رحوم فرمانده و شمشه کاتب و دیگر رفیقان آنها، دینیان و افرسکتیان، ترفلیان، افرسیان، ارکیان، بابلیان، شوشنیان، دهاییان، الامیان و قبیله های دیگری که آسنفری معظم و پرشرف آنها را کوچانیده در شهر سامریه و در جایهای دیگری ماوراءالنهر جایگیر کرده بود. و الحال این است مندرجه نامه‌ای که به او فرستادند: و پادشاه ارتحشستا، بندگانت که ساکنان ماوراءالنهر هستیم، و الحال پادشاه را معلوم باد که یهودیانی که از جانب تو سوی ما برآمده بودند به یروشلیم رسیدند. این شهر بلواگر و شریر را بنا می کنند و حصارها را برپا و بنیادها را مستحکم می نمایند. الحال پادشاه را معلوم باد که اگر این شهر بنا یابد و حصارهایش برپا گردد، زکات، باج و خراج نخواهند داد و خزینه پادشاه ضرر خواهد دید. الحال از بس که ما نان و نمک قصر را می خوریم، شایسته نیست که ما آسیب و زیان پادشاه را ببینیم. بنابراین فرستاده پادشاه را خبردار نمودیم: بگذار در کتاب یادداشت پدرانت جستجو نمایند و تو از کتاب یادداشت دریافت خواهی کرد و خواهی دانست که این شهر شهر بلواگر و برای پادشاهان و مملکت‌ها ضرر آور است و اندرون آن از قدیم الایام فتنه می انگیختند و همین سبب این شهر خراب گردیده بود. ما پادشاه را آگاه می نماییم که اگر این شهر بنا یابد و حصارهایش برپا گردد، پس از آن تو را نصیب در ماوراءالنهر نخواهد بود. فرمان ارتحشستا. پادشاه به رحوم فرمانده و شمشه کاتب و دیگر رفیقان آنها که در سامریه و جایهای دیگری ماوراءالنهر اقامت داشتند جواب فرستاد: سلام. و الحال نامه‌ای که به ما فرستادید در حضور من مفصل خوانده شد و از جانب من امر فرموده شد و جستجو نموده دریافت کردند که این شهر از قدیم الایام بر ضد پادشاهان قیام می کرده است و بلوای فتنه ها در آن به وقوع می آمده است و پادشاهان قوی بر یروشلیم بودند و آنها در تمام ماوراءالنهر سلطنت می راندند و زکات، باج و خراج به آنها داده می شده است. پس فرمان بدهید که این آدمان کار را بس کنند و این شهر بنا نیابد تا دمی که از جانب من فرمان داده شود. و احتیاط شوید که در این کار سهو نکنید. چرا این ویرانکاری بر ضرر پادشاهان افزون گردد؟ همین که این نامه پادشاه ارتحشستا به حضور رحوم و شمشه کاتب و رفیقانشان خوانده شد، آنها فوراً به یروشلیم نزد یهودیان رفتند و با جبر و زوری کار آنها را خواباندند. آنگاه کار خانه خدا که در یروشلیم است خوابانده شد و تا سال دوم پادشاهی داریوش ختم گردید. کتاب عزرا باب 5.
با جد و جهد حجه نبی و زکریای نبی از نو به کار شروع کردند. و حجه نبی و زکریا ابن ایدوی نبی و یهودیانی که در یهودا و یروشلیم بودند به اسم خدای اسرائیل در حق آنها نبوت کردند. آنگاه زروبابل ابن شالتیل و یشوع ابن یوساداق برخاسته به بنا کردن خانه خدا که در یروشلیم است شروع نمودند و انبیای خدا با آنها بوده با آنها یاوری میکردند. در آن وقت تتنی والی ماوراءالنهر و شتربوزنی و رفیقانشان نزد آنها آمده با آنها چنین گفتند: کیست که به شما فرمان داده است که این خانه را بنا کنید و این حصار را برپا نمایید؟ آنگاه ما به آنها نامهای کسانی را گفتیم که این عمارت را بنا میکردند. و چشم خدای آنها بر پیران یهودیان بود و کار آنها قطع کرده نشد تا دمی که این مسئله را به داریوش روانه کردند و در این باره جواب رسید. خبرکشی به پادشاه داریوش. این است مندرجه نامه‌ای که تتنی والی ماوراءالنهر و اشتربوزنی و رفیقانشان افرکسیانی که در ماوراءالنهر بودند به پادشاه داریوش فرستادند. نامه به او فرستادند و اندرون آن چنین نوشته شده است: و پادشاه داریوش آسایشتگی کامل باد. پادشاه را معلوم بود که ما به کشور یهودیه و خانه خدای معظم رفتیم و آن از سنگ‌های بزرگ بنا کرده می شود و چوب بر دیوارهایش گذاشته می شود و این کار در دست آنها به صورت مکمل و با موفقیت به جا آورده می شود. آنگاه ما به پیران آنها سوال داده گفتیم: کیست که به شما فرمان داده است که این خانه را بنا کنید و این حصار را برپا نمایید؟ و نیز نامهای آنها را پرسیدیم تا به تو خبر دهیم و نامهای کسانی را که با آنها سرداری میکنند بنویسیم. و آنها در جواب ما چنین سخنان را گفتند: ما بندگان خدای آسمان و زمین هستیم و خانه را بنا میکنیم که چندین سال پیش از این بنا یافته بود و پادشاه بزرگ اسرائیل آن را بنا کرده و به انجام رسانده بود. اما وقتی که پدران ما خدای آسمان را به غضب آوردند، او آنها را به دست نبوکدنصر کلدانی پادشاه بابل تسلیم نمود که وی این خانه را خراب کرد و این قوم را به بابل به اسیری برد. لیکن در سال یکم کوروش پادشاه بابل پادشاه کوروش فرمان داد که این خانه خدا را بنا کنند. و نیز ظرفهای طلا و نقره خانه خدا که نبوکدنصر از معبد یروشلیم گرفته و معبد بابل آورده بود، آنها را پادشاه کوروش از معبد بابل بیرون آورده و شش بسر نام شخصی داد که ورا والی تعیین نمود. و به وی گفت: این ظرفها را برداشته بیرو و آنها را در معبدی که در یروشلیم است بگذار و خانه خدا در جایش بنا کرده شود. پس این شش بسر آمده بنیاد خانه خدا را که در یروشلیم است نهاد و از آن وقت تا کنون بنا کرده می شود و هنوز انجام نیافته است. فعال اگر پادشاه صلاح داند بگذار در گنجخانه پادشاه که در بابل است جستجو نمایند که آیا پادشاه کوروش حقیقتا فرمان داده بوده است که این خانه خدا را در یروشلیم بنا کنند و اراده پادشاه در این باره بگذار به ما فرستاده شود. کتاب عزرا باب 6. داریوش فرمان کوروش را تصدیق میکند. آنگاه پادشاه داریوش فرمان داد و در کتابخانه بابل که گنجها را در آنجا میگذاشتند جستجو کردند. ولی در احمتا در قصری که در کشور ماده بود توماری یافت شد و اندرون آن چنین نوشته شده است: برای خاطره در سال یکم پادشاه کوروش درباره خانه خدا در یروشلیم فرمان داد که این خانه جایی که قربانی‌ها ذبح کرده می شود بنا یابد و بنیادش مستحکم باشد. بلندی آن 60 ذراع، فراخی آن 60 ذراع شود. با 3 قطار سنگ‌های بزرگ و 1 قطار چوب نو و خرجش از خانه پادشاه داده شود. و نیز ظرفهای طلا و نقره خانه خدا که نبوکدنصر
آنها را از معبد یروشلیم گرفته به بابل آورده بود، برگردانیده به معبد یروشلیم در جای خودشان برده شوند تا که آنها در خانه خدا گذاشته شوند. و الحال ای تتنی والی ماوراءالنهر که بزنی و رفیقان شما که در ماوراءالنهر می باشند از آنجا دور شوید. به کار این خانه خدا مداخله نکنید. بگذار والی یهودیان و پیران یهودی این خانه خدا را در جای آن بنا کنند. و از جانب من فرمان داده می شود که شما با این پیران یهودی در بابت بنا کردن این خانه خدا چگونه باید رفتار نمایید. از مال و ملک پادشاهی، از زکات ماوراءالنهر فوراً به این آدمان برای خراجات داده شود تا که کارشان لت نخورد. و تمامی چیزی در کاریشان، گوساله ها و قوچقارها و بره ها از بهر قربانی های سوختنی برای خدای آسمان، گندم، نمک، شراب و روغن از روی گفته کاهنانی که در یروشلیم هستند، روز به روز به آنها بیکم و کاست داده شود، تا که آنها هدیه های خوشبوی برای خدای آسمان قربانی نمایند و برای حیات پادشاه و پسرانش دعا گویند. و از جانب من فرمان داده می شود که هر آدمی که این امر را تغییر دهد، از خانه وی غولچوب گرفته وی بران برداشته آویخته خواهد شد و خانه وی به این سبب ویران کرده خواهد شد. و خدایی که اسمش در آنجا ساکن است، هر پادشاه و قوم را که دست خود را برای تغییر دادن این امر بر ضرر این خانه خدا که در یروشلیم است دراز می کند، واژگون خواهد ساخت. من داریوش این فرمان را دادم تا که فوراً به جا آورده شود. آنگاه تتنی والی ماوراءالنهر، شتربوزنی و رفیقان آنها موافق آنچه پادشاه داریوش فرستاده بود فوراً عمل کردند. و پیران یهودی موافق نبوت حجه نبی و زکریا ابن ایدو بنا می کردند و موفقیت می یافتند و بر حسب حکم خدای اسرائیل و از روی فرمان کوروش و داریوش و ارتحشستا پادشاهان فارس آن را بنا کردند و برپا نمودند. انجام ساختمان معبد و تقدیس کردن آن. و این خانه تا روز 3 ماه ادار در سال 6 سلطنت پادشاه داریوش به انجام رسید. و بنی اسرائیل، کاهنان، لیویزادگان و دیگر کسانی که از اسیری برگشته بودند، این خانه خدا را با شادمانی تقدیس کردند. و برای تقدیس این خانه خدا 100 گاو، 200 قوچقار، 400 بره و برای کفارت گناه های تمام اسرائیل موافق شماره سبط های اسرائیل 12 نربوز قربانی کردند. و کاهنان را در شعبه هاشان و لیویزادگان را در نوبت هاشان و عبادت خدا در یروشلیم بر طبق آنچه در کتاب موسی نوشته شده است تعیین کردند. و آنهایی که از اسیری برگشته بودند عید فصح را در روز 14 ماه یکم به جا آوردند. زیرا که کاهنان و لیویزادگان سراسر طهارت کردند، همه‌شان طاهر شدند. و برای همه آنهایی که از اسیری برگشته بودند، برای برادران خود کاهنان و برای خودشان بره های فصح را ذبح کردند. و بنی اسرائیل که از اسیری برگشته بودند و همه کسانی که از نجاست خلقهای آن زمین جدا شده با آنها پیوسته بودند تا به خداوند خدای اسرائیل رو آورند، آن را خوردند. و عید فطیر را 7 روز با شادمانی به جا آوردند، زیرا که خداوند آنها را شاد کرد و دل پادشاه اشور را با آنها مایل نمود تا که دستهای آنها را در کار خانه خدا خدای اسرائیل پرزور سازد. کتاب عزرا باب 7. عزرا به یروشلیم روانه می شود. و بعد از این واقعه ها در سلطنت ارتحشستا پادشاه فارس، عزرا ابن سرایا ابن عزریا ابن حلقیا ابن شلوم ابن صادوق ابن اهیتوب ابن امریا ابن عزریا ابن مرایوت ابن زرحیا ابن اوزی ابن بقی ابن ابیشوع ابن فنحاس ابن الازار ابن هارون سرکاهین
همین عزرا از بابل بیرون آمد و او در شریعت موسی که خداوند خدای اسرائیل داده است کتابدانی تیزفهم بود و از بس که دست خداوند خدای او بر او بود پادشاه هر آنچه او خواست به او داد و بعضی از بنی اسرائیل و از کاهنان و لیوی زادگان و مغنیان و دربانان و تابعان در سال هفتم پادشاه ارتحشستا برآمده رو به جانب یروشلیم کردند و او در ماه پنجم در سال هفتم پادشاه به یروشلیم رسید زیرا که در روز یکم ماه یکم خروج از بابل آغاز یافت و چون دستی نیکوی خدای او بر او بود در روز یکم ماه پنجم او به یروشلیم رسید چون که عزرا دل خود را به آن مایل کرده بود که تورات خداوند را معنیداد کند و آن را به عمل آورد و فرایض و احکام شریعت را به اسرائیل تعلیم دهد. فرمانی که پادشاه ارتحشستا به عزرا داده است و این است مندرجه نامه‌ای که پادشاه ارتحشستا به عزرای کاهن و کتابدان داد که داننده احکام خداوند و فرایض او بر اسرائیل بود. شاهنشاه ارتحشستا به عزرای کاهن و کتابدانی کامل شریعت خدای آسمان و الحال از جانب من فرمان داده شد که در مملکت من هر کس از میان قوم اسرائیل و کاهنان و لیوی زادگان آنها که راضی باشد همراه تو به یروشلیم برود بگذار رود از بس که تو از جانب پادشاه و 7 مشاور او فرستاده شده ای تا یهودیه و یروشلیم را بر طبق شریعت خدای تو که در دست توست تفقد نمایی و نقره و طلای را که پادشاه و مشاورانش برای خدای اسرائیل که مسکنش در یروشلیم است خیرات کردند ببری و نیز تمام نقره و طلای را که تو در تمام کشور بابل به دست آوری با یک جایگی خیراتی که قوم و کاهنان برای خانه خدای خود که در یروشلیم است دادند. پس فوراً به این پول گاوان، قشقاران، برگان و هدیه های آردی و ریختنی آنها را بخر و آنها را بر قربانگاه خانه خدای شما که در یروشلیم است ذبح نما. و هر آنچه به نظر تو و برادرانت پسند آید که با بقیه نقره و طلا بکنید بر طبق اراده خدای خود بکنید. و ظرفهای را که به تو برای عبادت خانه خدای تو داده شده است به حضور خدای یروشلیم بگذار و لوازمات دیگری خانه خدای تو را که به دادن آن تو وظیفه‌دار باشی از گنج خانه پادشاه بده و از جانب من که پادشاه ارتحشستا هستم و همه خزینه‌داران ماوراءالنهر فرمان داده شده است که هر آنچه عزرای کاهن و کتابدان شریعت خدای آسمان از شما طلب کند فوراً باید به جا آورده شود. تا 100 کیکر نقره و تا 100 کور گندم و تا 100 بط شراب و تا 100 بط روغن و از نمک هر قدری که خواهند. هر آنچه بر طبق احکام خدای آسمان باشد باید برای خانه خدای آسمان به کم و کاست به جا آورده شود زیرا چرا غضب بر سلطنت پادشاه و پسرانش نازل شود و شما را آگاه می نمایم که بر همه کاهنان و لیوی زادگان مغنیان دربانان تابعان و خادمان این خانه خدا زکات باج و خراج انداختن لازم نیست و تو ای عزرا بر طبق حکمت خدای تو که در دست توست داوران و قاضیان را تعیین نما تا بر تمام قومی که در ماوراءالنهر می باشند بر همه آنهایی که شریعت خدای تو را می دانند داوری کنند و آنهایی را که نمی دانند تعلیم دهید و هر کی موافق شریعت خدای تو و موافق قانون پادشاه رفتار نکند بگذار فوراً بر وی داوری نموده حکم کنند یا به قتل یا به بدرقه یا به مصادره مال و ملک و یا به حبس. مبارک است خداوند خدای پدران ما که این میل را در دل پادشاه جایگیر کرده است که خانه خداوند را که در یروشلیم است زینت دهد و مرا در حضور پادشاه و مشاوران وی و همه میران پر اقتدار پادشاه سزاوار مرحمت گردانده است و من بر طبق دست خداوند خدای من که بر من بود قوت گرفتم و از میان اسرائیل
سرداران را جمع آوردم تا که همراه من برآیند. کتاب عزرا باب 8. نامگوی همراهان عزرا. و اینهایند سرداران خانواده ها و نسبنامه آنهایی که در سلطنت پادشاه ارتحشستا همراه من از بابل برآمدند. از زادگان فینحاس گرشوم، از زادگان ایتامار دانیال، از زادگان داوود حتوش، از زادگان شکنیا، از زادگان فرعوش زکریا و با او 150 نفر از مردان و نسبنامه درآورده شدند. از زادگان حاکم موآب الیاهوئینی ابن زرحیا و با او 200 نفر از مردان. از زادگان شکنیا ابن یحزیئیل و با او 300 نفر از مردان. و از زادگان عادین عابد ابن یوناتان و با او 50 نفر از مردان. و از زادگان اعلام اشعیا ابن عتلیا و با او 70 نفر از مردان. و از زادگان شفتیا زبدیا ابن میکائیل و با او 80 نفر از مردان. از زادگان یوآب عبدیا ابن یحییل و با او 218 نفر از مردان. و از زادگان شلومیت ابن یوسفیا و با او 160 نفر از مردان. و از زادگان بیبی زکریا ابن بیبی و با او 28 نفر از مردان. و از زادگان ازجاد یوحنان ابن حقاتان و با او 110 نفر از مردان. و از زادگان ادونیقام کسانی آخرینشان و این است نامهای آنها: الیفالت، یعییل و شمعیا و با آنها 60 نفر از مردان. و از زادگان بیجوی اوتی و زکور و با آنها 70 نفر از مردان. عزرا لوی زادگان و تابعان را دعوت می نماید و آنها را نزد نهری که به اهوا جاری می شود جمع آوردم و در آنجا 3 روز ایستادیم و چون قوم و کاهنان را از نظر گذراندم از زادگان لوی در آنجا نیافتم. و نزد الیعزر، اریئیل، شمعیا، الناتان، یاریب، الناتان، ناتان، زکریا و مشولام که سردار بودند و نزد یوریب و الناتان که آموزگار بودند فرستادم. و آنها را نزد ایدو که در موضع کسبیا سردار بود روانه کردم و به دهانشان سخنانی را گذاشتم که باید به ایدو و برادرانش تابعان موضع کسبیا بگویند تا که خدمتگزاران را برای خانه خدای ما نزد ما بیارند. و از بس که دستی نیکوی خدای ما بر ما بود، آنها مرد خردمندی را از زادگان محلی ابن لوی ابن اسرائیل برای ما آوردند، یعنی شریبیا را با پسرانش و برادرانش که 18 نفر بودند. و حشبیا را و با او از زادگان مراری اشعیا را و برادران او و پسران آنها را که 20 نفر بودند. و از تابعان که داوود و میران برای خدمت لوی زادگان داده بودند 220 نفر تابعان که همه‌شان نامبر شدند. اعلان کردن روزه‌داری نزد نهر اهوا. و در آنجا نزد نهر اهوا من روزه‌داری اعلان کردم تا که در حضور خدای ما تواضع نموده از او برای خودمان و برای کودکانمان و برای تمام مال و ملکمان راه راست طلب کنیم. زیرا من عار دانستم که از پادشاه سربازان و سواران طلب کنم تا که ما را در راه از دشمن نگهبانی کنند، چون که ما به پادشاه سخن رانده گفته بودیم: دست خدای ما به هر کسی که به او رو می آورد به نیکویی است، ولی قدرت او و غضب او بر ضد همه آنهایی است که او را ترک می کنند. و ما روزه داشتیم و از خدای ما در این باره طلب کردیم و او ما را اجابت نمود. اعانت‌ها برای معبد به دست 12 کاهن سپرده شد و 12 نفر از سرداران کاهنان شریبیا، حشبیا و با آنها از برادرانشان 10 نفر را جدا کردم و نقره و طلا و ظرفهای اعانت خانه خدای ما را که پادشاه و مشاورانش
و همه اسرائیلیان آنجا اعانت کرده بودند به آنها برکشیده دادم و برکش کرده به دستشان سپردم 650 کیکر نقره و علاوه بر آن 100 کیکر ظرفهای نقره، 100 کیکر طلا و 20 طاس طلا علاوه بر 1000 درم و 2 ظرف مس پاکیزه و زیبا که مثل طلا گرانبها بود. و به آنها گفتم شما برای خداوند مقدس می باشید و این ظرفها نیز مقدس است و این نقره و طلا اعانت است برای خداوند خدای پدران ما. پس هوشیار باشید و نگهبانی نمایید تا دمی که به حضور سرداران کاهنان و لیویزادگان و سرداران خانواده های اسرائیل در یروشلیم به حجره های خانه خداوند برکش کرده بسپارید. و کاهنان و لیویزادگان نقره و طلا و ظرفها را با بارکش قبول کردند تا که به یروشلیم به خانه خدای ما بیارند. به یروشلیم آمدن عزرا. و در روز 12 ماه یکم از نهر احوا رهسپار شدیم تا به یروشلیم برویم و دست خدای ما بر ما بود و ما را از دست دشمنان و راهزنان خلاص کرد. و چون به یروشلیم رسیدیم 3 روز در آنجا ایستادیم. و در روز 4 نقره و طلا و ظرفها در خانه خدای ما با برکش به دست مریموت ابن اوریای کاهن سپرده شد و العازار ابن فینحاس با وی بود و لیویزادگان یوزاباد ابن یشوع و نوعدیا ابن بینوی با آنها بودند. همه اش شمرده و برکش کرده شد و تمام برکش در آن وقت نوشته شد. جلای وطن شدگانی که از اسیری برگشته بودند برای خدای اسرائیل قربانی های سوختنی ذبح کردند. 12 گاو برای تمام اسرائیل، 96 قشقار، 77 بره، 12 نربوز برای کفارت گناه ها. همه اینها قربانی سوختنی برای خداوند بود. و فرمان های پادشاه را به حاکمان پادشاه و به والیان ماوراءالنهر دادند و اینها قوم و خانه خدا را یاوری کردند. کتاب عزرا باب 9 درباره زوجه های اجنبی. و بعد از انجام این کارها سرداران نزد من آمده گفتند قوم اسرائیل و کاهنان و لیویزادگان خود را از قومهای کشورها جدا نکردند بلکه مثل عملهای زشت کنعانیان، هیتیان، فریزیان، یبوسیان، امونیان، موآبیان، مصریان و اموریان عمل کردند. چون که از دختران آنها برای خودشان و برای پسرانشان زن گرفته ذریات مقدس را با قومهای کشورها آمیختند و سروران و منصبداران در این بدکرداری پیشدستی می کردند. همین که این گپ را شنیدم پیراهن و جامه خود را پاره کردم و موی سر و ریش خود را کندم و مات و مبهوت شده نشستم. و همه آنهایی که از سخنان خدای اسرائیل و سبب این بدکرداری جلای وطن شدگان می ترسیدند نزد من جمع شدند و من تا وقتی قربانی شام مات و مبهوت شده نشستم. دعای عزرا و اظهار اعتقاد او. و چون وقتی قربانی شام فرا رسید از روزه‌داری خود برخاستم و در حالتی که پیراهن و جامه‌ام پاره پاره بود و زانو افتادم و دست به سوی خداوند خدای خود برداشتم و گفتم ای خدای من، از برداشتن روی خود به سوی تو ای خدای من شرم و خجالت دارم، زیرا که گناه‌های ما بسیار شده از سر گذشته است و معصیت ما افزوده تا به آسمان رسیده است. ما از ایام پدران خود تا امروز در معصیت بزرگ می باشیم و به سبب گناه‌های خود ما پادشاهان ما کاهنان ما و دست پادشاهان کشورها به دم شمشیر به اسیری به تاراج و به ننگ تسلیم کرده شدیم چنان که امروز نیز همین طور است. و الحال یک لحظه شفقت از جانب خداوند خدای ما ظاهر شده او بقیه از ما باقی گذاشته است و به ما عطا فرموده است که در مکان مقدس او جایگیر شویم. و خدای ما چشمان ما را روشن کرده اندک جای به ما داده است تا که در آن در بندگی خود عمر به سر بریم. زیرا که ما بندگانیم ولی خدای ما در بندگی ما هم ما را ترک نکرده است
بلکه مرحمت خود را پیش پادشاهان فارس بر ما نگرانیده است و ما عطا فرموده است که عمر به سر برده خانه خدای ما را برپا نماییم و خرابزار آن را از نو برقرار کنیم و او در یهودا و یروشلیم قلعه به ما بخشیده است. و الحال ای خدای ما، بعد از این چی گوییم؟ زیرا که احکام تو را ترک کرده ایم. احکامی را که تو به واسطه بندگان خود انبیا امر فرموده گفته ای. زمینی که شما برای تصرف آن می روید زمینی است که از نجاست قوم‌های کشورها نجس شده است و آنها آن را با کارهای زشت خود با مرداری خود سر تا سر پر کردند. بنابراین دختران خود را به پسران آنها ندهید و دختران آنها را برای پسران خود نگیرید و آسایشتگی و خوشبختی آنها را تا به ابد طلب نکنید تا که مستحکم شوید و ناز و نعمت این زمین را بخورید و آن را به پسران خود تا به ابد میراث بگذارید. و بعد از همه این بدبختی هایی که به سبب اعمال بد ما و معصیت بزرگ ما به سر ما آمده است، گرچنده که تو ای خدای ما جزای گناه های ما را کم کرده به ما چنین خلاصی داده ای، نخواد که ما باز احکام تو را پایمال نموده با این قوم های زشتکار خویشاوندی پیدا کنیم. آیا تو بر ما غضب نخواهی کرد تا به درجه که ما را تماما محو نمایی به آن که بقیه و خلاصی بماند؟ خداوندا خدای اسرائیل، تو عادل هستی، زیرا که بقیه از ما مثل امروز سلامت ماندند. اینک ما به حضور تو در معصیت خود حاضریم، گرچنده که به سبب این به حضور تو ایستادگی کردن ممکن نیست. کتاب عزرا باب 10. از نو برقرار گردیدن جریان معتدل حیات. و هنگامی که عزرا دعا می گفت و اعتراف به گناه می نمود، در حالتی که گریه می کرد و پیش خانه خدا رو به زمین افتاده بود، گروهی بسیار کلان اسرائیلیان، مردان و زنان و کودکان نزد او جمع شدند به طوری که قوم نیز زار زار می گریستند. و شکنیا ابن یحییل که از زادگان اعلام بود جواب گردانده به عزرا گفت: ما پیش خدای خود بدکرداری کرده زنان اجنبی از قوم‌های آن زمین گرفتیم و الحال برای اسرائیل در این بابت هنوز امیدی هست. پس با خدای خود عهد بندیم که همه این زنان را با بچگانی که از آنها تولد یافتند موافق مشورت آقایم و آنهایی که از احکام خدای ما میترسند به در رانیم و بگذار از روی شریعت شود. برخیز، چون که این کاری توست و ما با تو می باشیم. قوی باش و عمل نما. و عزرا برخاست و سرداران کاهنان، لیوی زادگان و تمام اسرائیل را قسم داد که همین طور عمل کنند و آنها قسم خوردند. و عزرا از پیش خانه خدا برخاسته به حجره یهوحانان ابن الیاشیب رفت و در آنجا نان نخورد و آب ننوشید، زیرا که به سبب بدکرداری جلای وطن شدگان ماتم گرفته بود. و در یهودا و یروشلیم به همه جلای وطن شدگان اعلان کردند که در یروشلیم جمع شوند و هر کسی که در ظرف 3 روز موافق مشورت سرداران و پیران نبیاید تمام مال و ملکش تحریم نموده خودش از جماعت جلای وطن شدگان خارج کرده خواهد شد. و در روز 3 که روز 20 ماه نهم بود، تمام مردم یهودا و بنیامین در یروشلیم جمع شدند و تمام قوم در میدان نزد خانه خدا نشستند، در حالتی که از این گپ و از باران می لرزیدند. و عزرای کاهن برخاسته به آنها گفت: شما بدکرداری نموده و زنان اجنبی گرفته معصیت اسرائیل را با این زیاد کرده اید. و الحال به حضور خداوند خدای پدران خود توبه کرده موافق اراده او عمل کنید و خود را از قوم‌های زمین و از زنان اجنبی جدا کنید. و تمام جماعت با آواز بلند جواب گردانده گفتند: آره، چنان که تو گفتی همان طور عمل خواهیم کرد. اما چنین آدمان بسیارند و موسم باران هاست و مجالی در کوچه ایستادن نداریم،
و این کار برای یک روز و 2 روز نیست، زیرا که بسیار کسان در این بابت گناه کردند. بگذار سرداران ما به جای تمام جماعت بیستند و همه آنهایی که در شهرهای ما زنهای اجنبی گرفتند در وقتهای معین بیایند و با آنها پیران هر شهر و داورانش بیایند تا آتش غضب خدای ما برای این کار از ما دور شود. فقط یوناتان ابن اسائیل و یحزیا ابن تقوا برای اجرای این کار ماندند و مشولام و شبطه لویزاده مددگار آنها بودند. و جلای وطن شدگان همین طور عمل کردند و عزرای کاهن و بعضی کسان یعنی سرداران خانواده ها از هر خانواده جدا کرده شدند و همه اشان نامبر گردیدند و در روز یکم ماه دهم و محاکمه این کار نشستند. و کاری همه مردانی را که زنان اجنبی گرفته بودند تا روز یکم ماه یکم انجام دادند. و از زادگان کاهنان بعضی یافت شدند که زنان اجنبی گرفته بودند. از زادگان یشوع ابن یوساداق و برادرانش معسیا، الیعزر، یاریب و جدلیا. و آنها دستی پیمان دادند که زنان خود را به در خواهند راند و گناهکاران قشقار برای قربانی گناه خود آوردند. و از زادگان ایمیر، حنانی و زبدیا. و از زادگان حاریم، معسیا، ایلیا، شمعیا و اوزیا. و از زادگان فشحور، الیوئینی، معسیا، اسماعیل، نتنئیل، یوزاباد و العاصا. و از لیوی زادگان، یوزاباد، شمعی، کلایا که قلیتا باشد، فتحیا، یهودا و الیعزر. و از مغنیان، الیاشیب. و از دربانان، شالوم، تالم و اوری. و از اسرائیلیان، از زادگان فرعوش، رمیا، ایزیا، ملکیا، میامین، العازار، ملکیا و بنایا. و از زادگان ایلام، متنیا، زکریا، یحییل، عبدی، ایرمود و ایلیا. و از زادگان زتو، الیوئینی، الیاشیب، متنیا، ایرمود، زاباد و عزیزا. و از زادگان بیبی، یهوحانان، حنانیا، زبی و اطلای. و از زادگان بانی، مشولام، ملوک، ادایا، یاشوب، شعال و راموت. و از زادگان حاکم موآب، ادنا، کلال، بنایا، معسیا، متنیا، بسلعیل، بینوی و منشه. و از زادگان حاریم، الیعزر، ایشیا، ملکیا، شمعیا، شمعون، بنیامین، ملوک و شمریا. از زادگان حاشم، متنی، معتتا، زاباد، الیفالت، ایرمی، منشه و شمعی. از زادگان بانی، معدی، امرام، اویل، بنایا، بدیا، کلوهو، ونیا، مریموت، الیاشیب، متنیا، متنی، یعصای، بانی، بینوی، شمعی، شلمیا، ناتان، ادایا، مکندبی، شاشی، سارای، ازرائیل، شلمیاهو، شمریا، شلوم، امریا، یوسف. از زادگان نبو، یعیل، متیتیا، زاباد، زبینا، یدی، یوئیل و بنایا. همه آنها زنان اجنبی گرفته بودند و بعضی از آنها زنانی داشتند که بچه زاییده بودند.